این مرد به طور تصادفی به داخل فاضلاب زباله‌های هسته‌ای افتاد و بعد از چند ثانیه به سختی تونست خودشو بالا بکشه و بلافاصله بعد از این اتفاق به سمت خونش رفت و توی راه برگشت مدام یه مایع سیاه رنگ عجیب از دهنش بیرون میریخت. بعد از اینکه مرد به خونش رسید و خوابید، فردا صبح متوجه شد که بدنش به حالت عادی برگشته و هیچ چیزی رو دیگه احساس نمی کرد. حالا بعد از این زمانی که مرد سر کار بود، ناگهان یه نفر بهش شلیک کرد و باعث شد که اون از ساختمون به پایین پرت بشه. اما به طرز عجیبی این مرد هنوز زنده بود و جون سالم به در برد. با این اتفاق مرد به شدت شوکه شد و به سرعت به سمت خونش فرار کرد و چند ساعت بعد، زمانی که مرد توی خونش نشسته بود، متوجه شد که همسایه‌های اون همینطور دارن به همدیگه دعوا میکنن و آرامش مرد رو به هم میریزن. مرد با سر و صدای اونها به شدت عصبانی شده و یه مشت محکم به دیوار زد و یه سوراخ بزرگ در دیوار ایجاد کرد. اون فهمید با افتادن داخل فاضلاب اونقدری قدرتمند شده که چند تا فلز رو همزمان خم کنه و حتی یک دستگاه پرداز از جا در بیاره.